کوکی دونه قهوه‌مون به همین خوشگلی و خوشمزگی آماده شد. هرچی از عطر و طعمش بهتون بگم کم گفتم. سلام به دوستای خوب و مهربونم. حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. به یه ویدیو آموزشی دیگه با من خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه کوکی دونه قهوه درست کنیم. یه کوکی فوق العاده خوشمزه و شیک که هم میتونید کنار قهوه میل کنید، برای پذیراییتون استفاده کنید، هم میتونید به عنوان یک کسب درآمد بهش نگاه کنید و برای کافی شاپ بپزید و ازش کسب درآمد کنید. امیدوارم این آموزشم دوست داشته باشید. خوشحال میشم اگه این آموزش براتون مفید بود ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو برام بنویسید و اگه هنوز کانال سابسکرایب نکردید کانال سابسکرایب کنید. بریم که با هم دیگه مواد اولیه‌اش رو ببینیم و این کوکی خیلی خوشمزه و راحت درست کنیم. ما برای درست کردن این کوکی به 10 گرم شیر ولرم، 5 گرم نسکافه فوری، 1/4 قاشق چایخوری وانیل، یه دونه زرده تخم مرغ، 55 گرم پودر قند، 15 گرم پودر کاکائو، 25 گرم پودر نشاسته، 75 گرم کره و 120 گرم آرد نیاز داریم. بریم که درستش کنیم. ببینیم ما قهوه فوری داریم. شیرم یه مقدار ولرم کردم، به قهوه فوری اضافه میکنم و یه مقدار مخلوط میکنم و کنار میذارم. اولین کاری که باید انجام بدید شیر و قهوه رو باید با هم دیگه مخلوط کنید. دومین کاری که انجام میدید باید مواد خشک که شامل پودر کاکائو، نشاسته ذرت و آرد هستش با هم دیگه مخلوط کنید و کنار بذارید. حتما باید این کار رو انجام بدید. برای مرحله بعدی باید کره‌ای که نرم شده ولی هنوز سرده رو داخل یه ظرف بریزید، بعد پودر قند رو روش علک کنید. حالا باید پودر قند و کره با هم دیگه مخلوط کنید و یه دست کنید. باید در حدی هم بزنید که کامل رنگش روشن بشه. ببینید میتونید 2-3 دقیقه با همزن برقی هم بزنید یا با همزن دستی هم بزنید، اصلا فرقی نمیکنه، هر کدوم که راحت ترید. حالا ما یه زرده تخم مرغ احتیاج داریم که به کره باید اضافه کنیم. تو این مرحله وانیل هم بهش اضافه میکنم. حالا در حد 1 دست شدن مخلوط میکنم، حدود 1 دقیقه کافیه. بعد اینکه تخم مرغ رو با کره و پودر قند یه دست کردید، حالا نوبت اضافه کردن قهوه فوری و شیر به مایه است. حالا در حد 30-40 ثانیه مواد با هم دیگه مخلوط کنید. حتما توی این مرحله دورگیری کنید که کامل همه مواد با هم دیگه یه دست بشه. حالا مواد خشک رو به یک باره به مایع اضافه کنید.
یه مقدار که با همزن دستی مخلوط کردید دیگه با لیسک خمیرتون رو جمع کنید. ببینید دیگه الان خمیر کامل جمع شده. الان باید با دست جمعش کنم کامل. الان فقط با نوک انگشتام، ببینید فقط با نوک انگشتام خمیر رو جمع میکنم. اصلا از کف دستتون استفاده نکنید چون کره داره سریع روغن میندازه. ببینید چه خمیر نرم و لطیفیه. خب من داخل یه سینی کیسه فریزر پهن کردم، یه ترازو هم کنار دستم گذاشتم. دیگه حالا باید خمیر کوکیمونو شکل دونه قهوه در بیاریم. من از چونه‌های 15 گرمی استفاده میکنم. باید به شکل قهوه بدیم و بذاریم نیم ساعت داخل یخچال استراحت کنه. ببینید این شکلی. حالا با پشت یه چاقو یا هر وسیله دیگه‌ای که دارید یه شیار عمیق روش ایجاد کنید. این مدلی. بذارید از نزدیکم بهتون نشون بدم. دیگه حالا همه رو به همین ترتیب باید انجام بدیم. شما میتونید چونه‌های 20 گرمی درست کنید. من میخوام چونه‌های 15 گرمی درستش کنم. اینا دیگه سلیقه دوست دارید سایز کوکیتون چه اندازه‌ای باشه. ببینید کوکی‌های دونه قهوه ما به همین خوشگلی و مرتبی آماده شدن. من با این مقدار مواد 18 تا دونه کوکی دونه قهوه آماده کردم. حالا به مدت نیم ساعت میذارمش داخل یخچال که یه مقدار خنک بشه. بعدش بهتون میگم چیکار کنیم. دیگه باید بذاریمش داخل فر. بعد نیم ساعت کوکی‌ها رو بیارید بیرون. کف یه قالب گالوانیزه رو کاغذ روغنی یا کاغذ نسوز بندازید. بهتر از سینی خود فر استفاده نکنید برای پخت کوکی. دیگه با فاصله بچینید و بذاریم داخل فر که پخته بشه. فرم یه رو با دمای 180 درجه داغ کنید به مدت
10 تا 13 دقیقه طول میکشه تا کوکی ها پخته بشه. کوکی ها رو یه مقدار با فاصله بچینید داخل قالب. دیگه میذارمش داخل فر. با دمای 160 درجه به مدت 10 تا 13 دقیقه طول میکشه تا کوکیاتون بپزه و المنت پایین رو به علاوه فن روشن کنید. این هم از کوکی های قشنگمون. خیلی خوشگل شده. خب من کوکی ها رو میذارم تو دمای محیط یه مقدار خنک بشه. وقتی کوکی ها داغه اصلا نباید به کوکی ها دست بزنید، باید کوکی ها با دمای خودشون پخته بشن. نصف پخت کوکی بیرون از فره. نه الان وقتی من بهش دست میزنم دستم میره داخل ولی پخته شده است. یه ذره صبر میکنم و بعد جابجاشون میکنم، باید خنک بشه. اینم از آماده شده کوکیمون. کوکی دونه قهوه. ببین چقدر شبیشه. یه عطر خیلی خوبی هم راه افتاده که براتون نگم. خیلی خوش عطره. حتما هم بعد اینکه کوکیاتون خنک شد داخل ظرف دربسته نگهداری کنید. یه دونم براتون تست کنم. ببینید داخلش کیکیه بیرونش ترده. دوستای عزیزم همونطور که دیدید کوکی های دونه قهوه‌مون به همین خوشگلی و خوشمزگی آماده شد. هرچی از عطر و طعمش بهتون بگم کم گفتم. این کوکی ها بافت نرم و کیکی دارن، رویشون هم خیلی ترده. حتما هم بعد پخت داخل ظرف دربسته نگهداری کنید که خشک نشه. دمای پخت این کوکی هم بستگی به دمای فرتون داره. بین 10 تا 13 دقیقه طول میکشه تا پخته بشه. بیشتر از اون نذارید که کوکیتون کامل خشک میشه. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه، یه ایده براتون باشه، بتونید ازش درآمد کسب کنید، برای کافه ها ببرید کنار قهوهشون سرو کنن. اگه این آموزش رو دوست داشتید خوشحال میشم نظرتون رو برام بنویسید، ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید. تا آموزش بعدی همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.